در من 1001 گره. استخوانهایم تهی چون کنده کاواک تو، میخورم خود را خود از اندیشه غمناک تو. سایه ها در سایت ای شهچناری سایبان، سایه های پارسایانه که پند در لبان. یک زمان در سایت آشی خدایی خوردن، عاقبت از سایت تابوتشان را بردن. سایه خاکگران در پایت خواند مرا، سایه پیران پاک از سایت راند مرا. تا به راه خویش خیزم در رهی کوری عذاب، تا گناه خویش ریزم در رهی دوری ثواب. پنجه برگی تو را تومار گیرم در برم، تا نآید پنجه مرگی مفاجا بر سرم. از تو می پرسم دعا و می روم دامن کشان، از پسم دست فشان در راهی دوری بی نشان. من همین چیز رو درک کردم، حس کردم در شعرهای استاد رحمت نظری که این شعرها همش محصول یک شبانه روز نیست. آنها محصولی هستند که شاعر آنها رو میتواند هفته ها، ماه های زیاد فکر کرده بعد روی کاغذ بیارد و از بین آنها بهترینش رو که تدبیرهای سنتی مردمی، کلمات نادری فراموش شده، عباره‌های خود ایجاد کرده و از آثار گذشتگان و همزبانان گلچین کرده، با درد و احساسات و محبت و صداقت شاعر و مشاهده‌های شاعرانه او می‌آمیزد. به شعرش بدیعیت بلند و شیره و نیرو می‌بخشد و این گونه اشعار این شاعر نقطه سنج همیشه به دلها راه می‌یابد و ورد زبان‌ها سروده شده در یادها نقش می‌بندد. ای یک سپیر مهر من مهربان من، از عشق آسمانی ما در زمین چی سود؟ پاکیزه در علاوه دلی خویش سوختیم، دارد چرا هنوز علم ما سپند دود؟ ای خیال سبز خزان ریز تلخ من، از گلبهار خویش چی شیرین شکفته ای؟ در نازهای نازک خود نازنین ترین، ارمانی ناشکسته دیرین نهفته ای؟ ای فروغ راز نهان در جهان من، زیباترین نوا و فریباترین سرود. چندان که دوست داشتمت شادمان، ولی اندوهی چشمهای تو سوزی دلم فزود. ای امیدی بازپسینی من از خدا، ای امیدی بازپسینی من از خدا، سوزانترین هوا و فروزانترین هوس. دیگر هوا نمی رسدم زیر آسمان، دیگر تو را چو قسمت خود می کشم نفس.
از تصویرهای اشعار رحمت نظری پیام خوشبختی، آزادی، عدالت، مهر و محبت به زندگی، امید به آینده درخشان و آسمان صاف و بی‌غبار و خورشیدی سرزمین وطن نهفته و از کلامش آهنگ آن طنین انداز است که با مضمون عمیق و تازه معنویات خزانه دل را غنی می‌گرداند. باز فردا دوام خواهم کرد، زندگی را سلام خواهم کرد، سوی خورشید بامدادان شد، رقص بالای بام خواهم کرد. استاد در اشعار شما واژه آفتاب خیلی زیاد استفاده میشه. همین واژه آفتاب برای شما مقبول است؟ زیرا آفتاب این سرچشمه زندگی است. ما در سرزمین آفتابی زندگی داریم. و مردم ما از قدیم تا امروز خود را فرزند آفتاب می حسابند. ما در حقیقت زاده آفتابیم و وطن ما زادگاه آفتاب است و مردم ما خیال میکند که آفتاب از کوههای بدخشان برمی آید میدمد و مردم چنین اعتقاد دارند که در خانه ای که آفتاب می درآید از اونجا همه بلاها بیرون می براید. من آرزو میکنم که و خاندان مردم عزیز کشورم همیشه آفتاب ره یابد، هم به چشمشان تابد، هم در دلشان فروزان باشد و پرتو افشان. و بگذار که همین آفتاب دوست داشته شما راه زندگی شما را روشن سازد، راه مقصود شما را روشن سازد و به دل شما گرمی بیارد، به زندگی شما، به حیات شما گرمی بیارد. بگذار که همیشه صحت و سلامت باشید در زیر همین خورشید زیبای تاجیکستان. تشکر. دوست و همقلم شاعر کمال نصرالله جای گفته: اگر شعر دعا نیست، شعر نیست. اگر شعر نیایش نیست، شعر نیست. شعرهای رحمت نظری مثل دعا، مثل نیایش است. نیایش به آفتاب، گرم و روشن. و صحبت شاعر در این روز خورشیدی به خاطر بود تا به دلها گرمی بخشد و به زندگی روشنی آورد. و بادا که این روشنی به همیشگی با او بود.